خب سریال آبان هم تمام شد. قسمت 17 هم دیدیم با هم. 17 قسمت و 17 هفته این سریال رو با هم دیگه نگاه کردیم. سریال فوق العاده، دمشون حسابی گرم. فقط یه چند تا نقد کوچیک بهش وارده که تو این قسمت پایانی میگم خدمتتون. حالا اینکه چرا رو عدد 17 بسته بودن سر 17 قسمت تمام کنن نمیدونم، واقعا به نوع خودش جالب بود. ولی حالا به واسطه آشنایی که من با سینما دارم و اشخاصی رو از نزدیک دیدم چند باری، یه بار مثلا امین حیایی تو خیابون دیدم و اینا، یه سری اصطلاحات رو بلدم. به واسطه این اصطلاحات یه سری نقدهایی به نظر من به این سریال وارد بود که حالا نقدهای کوچیکیه، خیلی نقدهای پررنگی نیست که اگر اجازه بدید و ناراحت نمیشید کارگردان محترم، من خدمتتون عرض کنم به نظر من سریالی که شما ساختی از لحاظ روایت و داستان، سناریو نویسی، فیلم برداری، زاویه دوربین، سکانس، جامپ سکانس، دکوپاژ، میزانسن، ارزم به خدمت شما حتی هنرپیشه های اصلی، هنرپیشه های فرعی، نورپردازی، لایتینگ، صداگذاری، همه اینا رو گفتم. چیزی دیگه ای اگر حالا شما مد نظرتونه میتونید مثلا اضافه کنید. شات هایی که گرفته شد از نظر هر چیزی که من میدونم در مورد سینما ضعیف و افتضاح بود. سکانس به سکانس همه رو میشمارم. خیلی راحت بهت بگم عزیز دلم، و نه داستانی داشتی، نه کاشت و برداشتی داشتی، نه نبوغی داشتی، نه هیچی. یعنی حتی اگر قسمت آخر ما میدیدیم که چه میدونم مثلا کامرانی میزنه ثابت رو میکشه، ثابت میزنه کامرانی رو میکشه، نمیدونم امین حیایی این وسط آبان رو میکشه، آبان امین حیایی رو میکشه، نمیدونم هر اتفاق دیگه ای میافتاد، باز یه ذره سریال به نظرم بهتر میشد. 16 قسمت تحمل کردیم، گفتیم بالاخره یه اتفاقی بیفته. هی برای خودمون داستان ساختیم، گفتیم بابا آبان با پلیسا در ارتباطه، اون پلیس تو ماشین تو قسمت نمیدونم چند اومد بهش گفت با این پروژه و با این هلدینگ کار نکنین، اینا آدمای خطرناکی هستن، پس اونجا احتمالاً آبان در جریانه و با برنامه‌ریزی شده داره میره جلو. چی شد اصلا؟ پلیس چی شد این وسط؟ پلیس که میدونست این یه دپارتمان و یک هلدینگ خطرناکه، نقش پلیس چی شد این وسط؟ از اونور کامرانی چی شد؟ یهو کامرانی یه قرارداد کلوف بست برای حمل مواد مخدر با این هلدینگ، بعد یهو چی شد؟ چرا یهو اصلا قسمت آخر ندیدیم ما کامرانیو؟ از اونور توی زندان آقای فریبرز ثابت یا شهاب حسینی عزیز برمیگرده میگه که با من یه چیزی رو بهت بگم برای همیشه تو ذهنت بمونه، این کامرانی مار خورده، افعی شده، هم جنسای خودش خورده، تا به خودت بیای نمیدونم حلقه زده دور گردنت بلعیدت. چی شد خب اصلا کامرانی یهو اصلا کجای داستان بود؟ از اون ور فریبرز ثابت خودش این همه ما اصلا نفهمیدیم این شخصیت، به خدا تموم شد این سریال. من ناراحتم واقعا، هنوز نفهمیدم بالاخره این قمارباز بود، پوکرباز بود، داستایوفسکی بود، شوپنهاور بود، نیچه بود، چه میدونم. از اون ور هلدینگ دار بود، هلدینگر چجوری آورد بالا، چی شد، سر چی به خاطر امین حیایی دعوا کرده بود، چشش و پاشو از دست داده بود، مریضیش چی بود اصلا، چرا یهو افتاد مرد، چرا میدونست کی میمیره که هی میگفت دیره اصلا چی کار کردی تو این سریال خداییش؟ من نمیخوام نقد تند بکنم، ولی همیشه یه سری سریال داریم که یه سری نکات مثبت دارن، یه سری نکات منفی دارن، ولی الان تو تمام این چیزهایی که من دارم میگم همش منفیه. آقا یه نکته مثبت به من بگید. اون از وضع هنرپیشه‌های فرعیتون که اصلا ما تشخیص ندادیم هنرپیشه فرعی این سریال کیه، هنرپیشه اصلی کیه. الان مثلا اون زن معتاده شوهر کمال هنرپیشه فرعی بود، خب نقشش پررنگ‌تر از آقای امین حیایی بود. کامرانی متفرقه بود یا اصلی بود؟ از اون ور اصلا چیکار داره؟ بعد میگن چرا مثلا میگه عشق ابدی نگاه میکنی. بابا شما اصلا فراتر از عشق ابدی، میگن عشق ابدی مثلا بنیان خانواده رو داره سوس میکنه. خب حاجی شما فراتر از این حرفه که اصلا رفتید جلو. یا آقای پولداری اومد که گفتم مثلا نفهمیدیم کی بود چی بود، چه گذشته‌ای داشت، الان چیه، چه جوریه، بالاخره فیلسوف نیست، عوضی آدم دزد، آدم رباه، آدم کشه، نفهمیدیم بالاخره چی بود. اومد از زن یه نفر خوشش اومد که اون زنه بچه‌م داشت، دهن اون خانواده رو سرویس کرد، دهن اون شوهره رو که از اول تا آخر بدبختش گریه می‌کرد، امیر رو دارم میگم، سرویس کرد که زنشو به دست بیاره. زنشو به دست آورد. زنم رفت تو یک زندگی جدیدی که دید چه باحاله، یه مرد پولداری پشتت باشه، همه جوره هوا تو داشته باشه و همه چی به نامت بزنه و همه چی هم مال تو باشه، چقدر داره
حال میده، چقدر داره صفا میده، بمونم. یهو عاشق شد، عاشق این مرد جدیده شد توی 2 ماه. اون 2 ماه هم ما ندیدیم، یهو یه جامپی زد گفت 2 ماه بعد از اون ور دوست صمیمی همین خانم دید این خانم رفته با اون مرد پولدار جدیده، حالا اسم نمیارم، میخوام دارم کلیتو میگم، اومد همبستر شد با شوهر سابق این خانم یعنی امیر. بعد بچه چی میگفت این وسط؟ بچه میاد در گوش بهار میگه که دلت برای بابام تنگ میشه؟ میگه آره. نقش بچه چیه این وسط؟ این طفل معصومو چرا وارد این بازی کثیف می‌کنی؟ بابا حداقل عشق ابدی اینایی که دارن این حرکت‌ها رو میزنن همشون به قول خودشون مدلینگ و فلان و فلان و فلانن و هیچ کدومشون هم در واقع تو بچه ندارن، هیچ کدومشون شوهر ندارن، هیچ کدومشون زن ندارن، یه مش آدم سینگلن که حالا اینجوری افتادن لالوی هم دیگه. ولی دیگه خداییش به نظر من بدآموزی آبان خیلی فراتر از این حرفا بود. اگر بخوایم بگیم یک سریالی داره بنیان فرهنگی و اینجور امثال این سو صحبت ها رو داره زیر سوال میبره، خب این که خیلی بدتر بود به نظر شخصی من. از کارگردان این سریال تعمدن اسم میارم بچه‌ها، از کارگردان و تهیه کننده این سریال تا آقای شهاب حسینی، آقای امین حیایی، خانم آبان، خاله بهار عزیزم، آلما، حتی اون بچه کوچیکه، کل هلدینگ ثابت گروپ، اون بالا بره که یه بار رفتن روش با آبان اومدن پایین از ساختمونه که فریبرز ثابت ریده بود به خودش، اون بالا بره، اون مرد ابتعی بود کی بود که جرثقیل کرایه میداد و اینا، اون کامرانی، داتیس، شرکت داتیس که وسط این سریال تبلیغاتش روی بنر پخش میشد، پلتفرم شیدا که این در واقع سریال رو پخش کرد، کارگردانم که گفتم، فیلم بردارها، نورپردازها، صداگذارها، اون راننده تاکسیه که هی آبان رو میبرد که رضایت بگیره از اون خانم و برش میگردون، و اون یکی راننده تاکسی که آبان رو میبرد زندان و برش میگردون، همه پلیسا، اون آقایی که اومد پلمپ کرد، کاغذ پلمپ زد، خود کاغذ پلمپ، همه اینا باید بیان مردم معذرت خواهی کنن بابت این افتضاحی که 17 هفته مردم رو سر کار گذاشتن و وقت مردم رو گرفتن. واسه وارد مسائل مالیش بشم دیگه، گفتم ما ربطی نداره. واقعا دارم میگم باید بیان از مردم عذرخواهی کنن. و خیلی عجیبه که مثلا یه شخصیتی مثل شهاب حسینی فیلمنامه رو میخونه، اصلا اگر فیلمنامه‌ای وجود داشته باشه برای این سریال، اومده همچین سریالی بازی کرده. خیلی بد بود، خیلی سخیف بود، همه چی افتضاح بود. دیگه فیلم نسازید خواهش میکنم ازتون، دیگه وارد اصلا همچین فضایی نشید، تست نکنید همچین فضایی رو. به اندازه کافی این فضا مسموم و ایزوله هست، شما هم هی دارید بدترش میکنید. جدی دارم میگم، خواهش میکنم اصلا وارد این فضا دیگه نشید، لطمه نزنید، یه ذره میدون بدید آقا، یه ذره به جوونا میدون بدید، یه ذره به فکرهای جدید میدون بدید، یه ذره به شعور مخاطب احترام بذارید. اصلا این چه اگر بخوام افتضاحات فقط قسمت آخر رو مثل بقیه قسمت ها که سکانس به سکانس میرفتیم جلو، سکانس به سکانس بریم جلو، فقط 1 ساعت من باید در مورد قسمت ها آخر رو با کاش صحبت کنم. از اون ور هدیه مثلا بسیار بسیار ضعیف بازی کرد، با بیلد رفت سر قبر سروش نصف شب، قبر کند، $، رو ریخت توی قبر سروش، بعد خاک زد روش که مثلا بیا به آرزوت رسیدی، به $، رسیدی. اصلا چه جوری این وارد قبرستون شد نصف شب با بیل؟ به خدا نمیذارن قبرستون نگهبان داره، اینجوری نیست با بیل بری تو قبرستون با 2 چمدان $، بریزی تو خاک، نمیدونم بریزی توی قبر یارو، خاک بریزی روش. اصلا اینجوری نیست که، هممون میدونیم دیگه. از اونور آبان با اون دختر بچه پا میشن میرن پیش مادر اصلی دختر بچه بهش میگه میدونی بابا با من چیکار میکرد، کمال با من این مدت چیکار میکرد، پول اون گوجه و سیب زمینی که برای تو می آورد از من در می آورد، میخوای بیشتر توضیح بدم؟ نه قربونت بیشتر توضیح نده. بعد از اونور مامانه از اون فاصله هیچ ریاکتی نشون نمیده، گریه میکنه. خب بیا بغلش کن، دخترت مگه نیست؟ مگه تو به دنیا نیاوردیش؟ بیا بغلش کن. از اونور شوهر یارو خیلی با شخصیت میاد میگه سلام، میگه دختر همسایه است، میگه اوکی، میره تو، به ثانیه نمیکشه با ظرف میوه برمیگرده. حتی طول باید بکشه این میوه رو بچینی تو ظرف، بشقاب به تعداد آدمو بیاری دیگه. از اونور اینا تو اون فاصله به خاطر اینکه مردای نشنه با صدای آروم با هم صحبت میکنن، بعد از این فاصله چجوری صدای همدیگه دارن میشنون؟ اصلا ولشون، نخوام وارد جزئیات این قسمت بشم. افتضاح بود، همه چی افتضاح بود. خیلی شیرینه. در نهایت شهاب حسینی وصیت‌نامه می‌نویسه برای حالا بماند که اصلا کی آزاد شد.
اون زنه که فهمید کمال میرفته این زن قبلیش رو میدیده کی رفت رضایت داد و این کی کارهای ترخیص حالا بشه میگن بیمارستانی زندانی کی کارهای آزادیش انجام شد و کی آزاد شد و کی اومد خونه و در قفل کرد وصیت‌نامه نوشت. شبش اینا تو قهوه خونه با عیسی داشتن صحبت میکردن، فردا صبحش هم آبان که رفت در زندان وایساد که آزادش کنه دیگه. ساعت مثلا 4 صبح فکر کنم آزاد شده بود. زنم که اومده بود رضایت داده بود و اینا، همون نصف شب دیگه کارهای اداری تو شب هم تو ایران داره جدیدن احتمالاً انجام میشه. بعد این شهاب حسینی میاد وصیت‌نامه مینویسه برای آبان، میگه که دختر کمالو تو بزرگ کن، مادرش رو. این اگه مادر بود، اگه مادر خوبی بود که دختر خودش رو بزرگ می‌کرد، دولت بگردم این چه وصیتی بود شما کردی. بعد کل داراییش هم زد به نام آبان. خدا یک فریبرز ثابت رو تو زندگی هممون بیاره که 2 دقیقه بیاد، هیچ سکانسی هم نه، هیچ دیالوگی هم نگه، یه چیزی رو کلفتی بزنه به ناممون و بره. خدا نگهدار. این آخرین اپیزودی بود که برای سریال آبان ساختیم. افتضاح افتضاح افتضاح. 3 تا افتضاح پشت سر هم بهش میگم، هیچ نمره‌ای هم بهش نمیدم. خیلی دوستتون دارم. لایک، کامنت، سابسکرایب فراموش نشه و فعلا